حالا میخوای پیش از این که بریم این سه محور اساسی رو باز بکنیم و بهش بپردازیم، گزارش رو میدونم راجع به یک عکاس و هنرمند ایرانی برامون تهیه کردی، آقای رضا دقتی. در واقع رضا دقتی رو که دوستان ما همه میشناسن، بارها آوردیمش توی شب آهنگ دعوتش کردیم. عکاس و خبرنگار بین‌المللی هست و کسی که سالهاست، الان 30 ساله که واقعا همه زندگیش رو گذاشته روی دفاع و مبارزه برای آزادی همون بیان و اندیشه که حرفش رو میزنیم. و اما فکر کردیم که ایده بدی نباشه. رضا هفته پیش واشنگتن بود به خاطر انتشار آخرین فیلمش توسط نشنال جیوگرافیک، شوتینگ بک، که 1 سال کارش رو نشون میده در مناطق خطرناک در واقع که سفر کرده و خواستیم که از این آدم نمادین سمبولیک استفاده کنیم برای معرفی این مکان سمبولیک در همین جا و همراه میشیم با رضا برای یک توری در واقع نگاه میکنیم، یه سفر خیلی کوتاه، یک قسمت های از این موزه خبر رو با هم تماشا میکنیم. همراه با شما و برمیگردیم. بفرمایید. این موزه وقتی که آدم میاد، چیز مهمی که توش به وجود میاد همین فکر در مورد این حرفه هستش، فکر در مورد مشکلات این انسان، چقدر چنین کاری در تاریخ بشر مهم هستش و دنبال خبر صحیح گشتن و آزادی بیان و فکر مردم رو باز کردن. یکی از کلمه هایی که تو فارسی استفاده شده برای مطبوعات کلمه ارتباطات جمعیه و به نظر من این کاری که امروز انجام میشه اینجا، که ارتباطی بین جوانایی که اینجا هستن و جوانایی که تو ایران هستن به یکی از قدم‌های بسیار مهم و مؤثری هستش که افراد بتونن افکارشون رو بیان بکنن، ارتباط داشته باشن با هم دیگه و کم کم هستش که همینا بالاخره به آزادی میکشه و اینجا هم به زودی آزادی مطبوعات، آزادی بیان حتما به وجود میاد. دیوار برلن به نظر من یکی از موارد خیلی مشخصه که روش در مورد مسئله آزادی و بالکل و آزادی مطبوعات میشه صحبت کرد. جلوی آزادی مطبوعات رو یا جلوی آزادی رو شاید برای مدت کوتاهی بشه گرفت، ولی به هر حال این دیوارا سقوط میکنن. میبینید این طرف برلن شرقی بود اینطوری که هیچ چیزی نیست و هر کسی هم که نزدیک میشد بلافاصله یا دستگیر میشد یا تیراندازی میشد، از بین میرفت دیگه. اینجا برج مرگ نام داشت. اینجا برج مرگ بود به خاطر اینکه بالای اینجا سربازای مسلح دائم بودن و با این چراغای خیلی قوی که تمام دیوار رو روشن میکرد و هر حرکتی که دیده میشد اینا بلافاصله با حرکت رو میزدن و آزادی فکر رو یک جوری معنی بکنیم، معنیش این استش که کسی که تو خونش نشسته و چه کتابی میخونه، چه فیلمی نگاه میکنه، چه موسیقی گوش میکنه، هیچ حکومتی، هیچ کسی حق نداره بیاد به این بگه که شما چرا این کتاب رو میخونید، چرا این مجله رو نگاه میکنید و چرا این فیلم رو نگاه میکنید. تمام اینا صفحات اول روزنامه‌های دنیا در مورد حمله به این دوتا برج نیویورکه. این دوربینای این عکاسی هستش که این عکس‌ها رو گرفته که بعد خودشم وقتی که یکی از این برجا سقوط میکنه مرده و دوربیناش هستش وسایلش که پیدا کردن بعدا. اینجا معلومه فیلماش، ببینید چجوری سوخته خود فیلماش، هم آخرین حلقه فیلماش. بعضی ارزش‌ها هستن تو زندگی که برای دفاع از اونها، مثل دفاع از آزادی بیان، مثل دفاع از آزادی دیگه، زندان هم هست، شکنجه هم هست، تبعید هم توش هست. این دیوار رو تا اینجا بالا گرفتن و سفید گذاشتن. خود این نشون دهنده اینه که همه میدونن که چقدر این کار خطرناکه و چقدر توی این راه کار کردن جانش آدم میگذره، برای آیندگان اینا جا گذاشتن.
تمام کشورهای دنیا، چه دیکتاتوری باشه چه دیکتاتوری نباشه، الان یک نسل جدیدی داره به وجود میاد که جوانای ایران امروز هم جزو اونا هستن. این جوونا رو دیگه آدم نمیتونه با سیستمای قدیمی که وجود داشته به ترسونتشون امتحان براشون بگذاره، جلوی آزادی بهانه بگیره. اینا جوانایی هستن که تمام دور بزن برگه این اسمش تقدیره، پال رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه،